خسته نشدی از بس موقع بازی آنلاین لگ داشتی یا سایت کنامی برات باز نشد؟ امروز قراره پرونده این مشکلات رو براتون ببندیم. 2 برنامه فوق‌العاده آوردیم، یکی برای وبگردی و دانلود دیتا با سرعت نوره، یکیش هم مخصوص پینگ زیر 60 که خودم باهاش حریفو میزنم. تا آخر ویدیو با هم باش چون این روش روی همراه اول و ایرانسل تضمینیه. برنامه اول ولز وی پی ان، ظاهرش شبیه ویتوره ولی کار باهاش خیلی راحت تره. ببینید اینجا لیست سرورها رو با پینگ واقعی بهتون میده. راستی اگه مشکل لاگین تو سایت کنامی یا گرفتن کوینای رایگان رو داری، این برنامه خوراکشه. ببینید چقدر سریع وارد سایت شد. دیتاهای سنگین، گزارشگر یا گرافیک استادیوم هم با همین دانلود کنید. دمتون گرم که تا اینجا رو با هم بودید. اگه تو هم لایک خسته شدی، همین الان این ویدیو رو لایک کن، کانال رافالان رو سابسکرایب کن. آموزش‌های خفن‌تری هم تو راهه. بریم سراغ اون مرحله آخر، یعنی دی ان اس مخصوص بازی. برنامه دومی که من عاشقشم دی ان اس آلفاه. بچه‌ها این برنامه جادو میکنه. من همیشه از دی ان اس گوگل اینجا استفاده میکنم چون پایدارترین پینگا رو میده. یادتون باشه دی ان اس همیشه برای گیم بهتر از وی پی ان چون سرعت آپلودتون رو خراب نمیکنه. حالا میریم تو زمین. ببینید چقدر سریع حریفو پیدا میکنه. حریف هم این خودمون ایرانیه. میبینید بچه‌ها بازی کاملا روونه. فقط میخوام دقت کنید به پاسکاریا. هیچ تأخیری تو زدن دکمه حس نمیشه. حتی با نت ضعیفم با این دی ان اس میشه بازی و برد. لینک دانلود مستقیم هر 2 برنامه رو همین الان براتون تو کانال تلگرامم گذاشتم. لینک کانال تلگرام داخل بایو رافلاین تیوی. سرچ کنید تو تلگرام کانال برات میاد. لینک این 2 برنامه‌ای که معرفی کردم تو کانال تلگرام هستش. حالا نوبتتونه برام کامنت بذار که با چه اینترنتی بازی میکنی و پینگت معمولا چنده. اگه سوالی هم داشتی تو کامنت ها بپرس، تک تکشون رو جواب میدم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.